پروردگارا ما را برای خدمتگزاری بندگانت، پروردگارا دینت، پروردگارا راه انبیایت، پروردگارا قبول بفرما. پروردگارا چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. پروردگارا همه با هم دست جمعی به درگاه تو توبه میکنیم. روز جمعه است، در خانه تو است، نیاز به توبه داریم. پروردگارا این دستان برای توبه بلند شده. پروردگارا توبه این جمع را قبول بفرما. نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک. پروردگارا توفیق بده که بعد از توبه دوباره به گناه بر نگردیم. پروردگارا توفیق بده که از توبه ما همه بهره مند بشن و نتیجه توبه این جمع سرایت بکنه به کل جزیره و منطقه. پروردگارا ما را از شرمندگی گناه نجات بده. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا دل این جمع را به محبت خودت پیوند بده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. پروردگارا 2 ماه بیشتر تا رمضان نمانده. پروردگارا منت بگذار، خواهش میکنیم ما را تا رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و توفیق مهمان نوازی و استفاده و بهره برداری و اکرام رمضان را نصیب بفرما و توفیق عبادت و توبه در شب قدر پروردگارا نصیب بفرما و پاداش یک ماه رمضان را در روز عید پروردگارا عنایت بفرما. پروردگارا هر چی سریعتر و زودتر خواهش میکنیم تجاری خیرین از خود جزیره توفیقشون بده تا رسیدگی به امور این زلزله زدگان بکنن و این خواهر و برادر مسلمانی که 6 ماه در چادرها زیر گرما دارن زندگی میکنن پروردگارا نجات بدن. خدایا تو دلشون بنداز تا دست و جیب بکنن و هم خواهرها و برادرانشون نجات بدن و هم خودشان را در روز قیامت از آتش جهنم نجات بدن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. دست همدیگر را بفشاری، همدیگر را حلال بکنید و یه لبخند هم تو صورت هم بزنید. یک صلوات محمدی غرام خط بفرمایید. دست هم بگیرید دوستان، دست هم بگیرن، همدیگر را حلال بکنن، دست هم بگیرن، جوانا دست هم بگیرن، دست پدران بگیرید، پدران دست جوانا بگیرن. انشاءالله وعلیکم السلام. حال شما خوب است؟ حال شما در ایران چشم میشود. امروزشون تو مسجد عبدالباسط هست گوشه بینشون کافن جلسن تشریف بیارید میشه.